سلام هموطنان عزیز، امید است که خوب خوش در حال باشید. شما را خوش آمدید میگم در برنامه جدید ما. امروز هم در خدمت شما قرار داریم با آقای انجینر گل‌آقا شیرزاد، رئیس بنیاد خیریه پیشتاز، و در این برنامه صحبت‌های از جناب شیرزاد خواهیم داشت. دوستان عزیز، برنامه امروز ما شامل 3 بخش میشه که بخش اول ما در مورد زندگی آقای شیرزاد است. بخش دوم برنامه ما راجع به بنیاد خیریه پیشتاز است و بخش سوم برنامه ما که گیم است که انشاءالله جالب‌ترین بخش برنامه ما خواهد بود. تا پایان برنامه بیننده باشید و از سخنان آقای شیرزاد یک چیز بهره مند شوید. خب آقای شیرزاد، خوش اومدید به برنامه ما. بخیر باشین. من هم سلام تقدیم میکنم به تمام بیننده ها. امید که همشون خوب و صحتمند باشن و خوش آمدید میگم. شما را خوش آمدید، صفا آوردید و تشکری خاص میکنم از اینکه وقت گرانبهایتون در خدمت ما گذاشتید. سلامت باشید، زنده باشید. آقای شیرزاد، بیاین که بریم از اولین بخش برنامه ما شروع کنیم که در مورد زندگی شخصی خودتان است. اولا بر ما بگویید که دوره کودکی و دوره مکتب در کجا سپری کردید؟ نزدیک بر ما بگویید. من خودم در ولایت لوگر زاده شدم. بعد از او آمدیم به ولایت کابل، به اینجا مسکن گزیده شدیم در ولسوالی چهار آسیاب و تحصیلات ابتدایی خودم تا دوران لیسانس که 12 و چهار آسیاب سپری نمودم تا به صنف نو در لیسه زوکور چهار آسیاب. بعد از او دوره لیسه را در انستیتوت کسب رشتوی چهار آسیاب به پایان رساندم. بعد از او تحصیلات عالی خودم در کابل، پانتون کابل و دیگر پانتون. خب با کدام رشته بود؟ من مدیریت تجارت زراعتی هم خواندم در یکی از انستیتوت‌های هلندیا بود که فعلا بدبختانه در افغانستان نیست. خب در رشته مدیریت تجارت زراعتی را تحصیل کردم. بعد از او دوباره امتحان کنکور اشتراک کردم و با پانزه زراعت دپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعت پانتون کابل را پیدا کردم و در اونجا به درجه لیسانس فارغ شدم و بعد از او فعلا هم برنامه ماستری را پیش میبرم در رشته مدیریت تجارت و انکشاف دهات در پانتون اسلامی بین‌المللی افغان. خیلی عالی. از این برنامه بگویید که در پوری از اینکه در برنامه ماستری پیش میبرید و بنیاد خیریه پیشتاز دیگه چه فعالیت‌ها دارید؟ ما فعالیت‌های زیادتر فعالیت در بنیاد خیریه پیشتاز میکنم به خاطر که یک بخش است که واقعا بسیار خوشم میاد و علاقه زیادتر در بنیاد خیریه دارم و در فعالیت از این در بعض سازمان‌های دیگه مانند در مؤسسه حمایت فعال و کار میکنم و همچنین در بعض مکاتب خصوصی به حیث مشاور وظیفه اجرا میکنم. خیلی عالی. از این بر ما بگویید که در فامیل چه تعداد هستید و برادرها چند برادر دارید؟ آیا در افغانستان هستن یا نیستن؟ بله شکر الحمدلله فامیل ما در افغانستان در کابل زندگی میکنن و 3 برادر دارم که یکی از ما بزرگتر است و 2 تا از ما خردتر هستن و 7 همسایه دارم که همه شکر یک جا در یک فامیل زندگی میکنن. خیلی عالی. از دوران مکتب بر ما بگویید که کدام خاطره به یاد ندارید از دوران مکتب؟ دوره مکتب واقعا دوره بسیار خوب و پر از خاطره ها می باشه. واقعا یک دوره بسیار خوب است. واقعا خوش گذشته. کاش مثلا حال ما میفرد که کاش همین دوره باز بیای و باز واقعا خیلی کسا آرزوی از این میره داره که برن پس به دوره مکتب و همون خاطرات پس تازه شوه که داشتم که با دوستا میشیشت و در زمان در زودن استاد شوخی میکردن و بعض مسائل دیگه. واقعا بسیار خوش میگذشت. واقعا خیلی عالی. خب بریم یک وارد بخش دوم برنامه ما شویم که بنیاد خیریه پیشتاز است. بنیاد خیریه پیشتاز در چه زمانی ایجاد شد و بر مبنای کدام هدف؟ ما قبلا هم پیش از اینکه بنیاد خیریه پیشتاز به قسم رسمی جواز بگیریم از وزارت محترم عدلیه، ما فعالیت‌های خیریه داشتیم در کابل و افغانستان و با هموطنان عزیز خود خدمت میکردیم و کمک‌های چقدر کمک که از واسه ما میشد ما همیشه میکردیم قبل از بنیاد هم. اما به خاطر از اینکه مثال به قسم رسمی ما فعالیت انجام میدیم و همچنین بعضی دونرهای خواست داشتن که به قسم رسمی مثال ما باید یک منبع باشه، منبع اعتباری، منبع رسمی که ما بهشون کمک کنیم و اون کمک‌های ما رو به مستحقینش برسانه. و همین خاطر ما تصمیم گرفتیم تا بنیاد خیریه پیشتاز رسمی و در وزارت محترم عدلیه ثبت راجستر کنیم که ما در سال 1403 بنیاد با شماره 221 در وزارت محترم عدلیه ثبت راجستر شد. بعد از این فعالیت‌های با قسم رسمی تا به حال پیش میره ان شاء الله ادامه خواهد داشت. صحیح ان شاء الله. بر ما بگویید که در کدام بخش‌ها بنیاد خیریه پیشتاز فعالیت میکنه؟
هدف ما که از هدف کمک رسانی است و در هر بخش که باشه خدا خود شما بخش خیر بده. مختلف ما کمک داشتیم و میکنیم انشالله. و انشالله. بخش های خاصی که از بخش تعلیم و تربیت است، بخش صحی است و بخش کمک های منفعه است و بخش اشتغال زایی و کارآفرینی میشه. خب درباره بخش اشتغال زایی گفتین، برای ما در این باره کم معلومات بدید که کدام زمینه ها را فراهم میکنید برای اشتغال زایی جوانان؟ بخش اشتغال زایی واقعا یک بخش بسیار خوب است و ما هم زیادتر توقع داریم و زیادتر کار در این بخش میکنیم و دونورای ما زیادتر علاقمند به این هستند که در این بخش زیادتر کار شود و در این بخش ما بعضی کورس‌های حرفه‌ای انشالله در جریان شاید تا چند روز دیگه افتتاح کنیم بخیر که انشالله محصول بپذیریم و ما باعث شوند که یک کسب و کار، یک پیشه هنری را یاد بگیرن و یک پیشه خوب یاد بگیرن و در پالی از او فعلا فعالیت‌هایی که تا به حال ما داشتیم بدون از این کورس‌های حرفه‌ای ما با بعضی افراد به وضاحت کنوای یک پیشه یک هنر داشتن اما واسه توانش نبود که مثلا از اون هنر خود استفاده کنه، از پیشه خود استفاده کنه، یک دکان بسازه و ورکشاپ جور کنه. ما در بخش خریداری وسایل و ملازمی که ضرورت داشتن در بخش کرایه دکانشون ما از ما همکاری داشتیم. خیلی عالی. خب از این بر ما بگویید که اینمی کمک های بنیاد خیری پیشتاز مربوط کدام قشر جامعه میشه؟ آیا مربوط یتیم ها میشه و یا هم افراد غریب و بی‌وضاحت دیگه؟ بله، سوال خوب است اما ما نمیتونیم که ما دسته‌بندی کنیم و یا فعالیت های ما را ما مختص به یک گروه کنیم. به این خاطر ما در واقعا که همکارای ما همین مستحقی که میبینیم نمیگیم که مثال از کدام قشر است و یا در کدام بخش قرار میگیره. ما همش کمک‌های داشتیم. ما کمک‌های ما مختص به یک قشر جامعه و یا معلول و معیوب و بی‌وزنای یا نیست. هر کسی که ضرورت داره، هر کسی که مستحق است ما تحت پوشش قرارش میدیم. واقعیت خیلی عالی. خیر باشید. خب شهرزاد صاحب، چه تفاوت بین بنیاد خیری پیشتاز و بنیادهای دیگر می‌بینید؟ یه جای خوشبختی است که در کابل ما در افغانستان شاهد بسیار موجودیت بسیار از بنیادها هستیم و تمامش واقعا به خاطر نمی هموطنان عزیز ما کار میکنن، در بخش‌های مختلف فعالیت میکنن و ما از همشون تشکری میکنیم و یک تغییری که ما میبینیم در بنیاد خیری پیشتاز و دیگر بنیادها کار صادقانه و کار بسیار شفاف. خیلی عالی. واقعیت. خب آقای شهرزاد، بر ما بگویید که بودجه این همه کمک‌های بنیاد خیری پیشتاز از کجا تمویل میشه؟ چون بنیادهای خیریه کس از خود یک بودجه خاص نداره و همیشه بودجه از طرف افراد خیر تامین میشه و هر کس میتونه مثال باید بنیاد خیری کمک داشته باشه و بنیاد خیری پیشتاز هم بودجهش کس هستن بسیار برادرای خیر، تجار صاحبای ماجر صاحبایی که در داخل و خارج زندگی میکنه که ماهانه پول ارسال میکنه تا به واسه توانشون با ما کمک میکنه و ما هم پولهایشون به مستحقینش میرسانیم و مترکش قسم است که ما یک اکانت بانکی داریم که شما نمبرش تماشا میتونید. ما از این طریق مثال به اصلا بسیار افراد که مثال ماهانه یا ما هر وقتی که اونها خواسته باشن پول ارسال میکنن و یا بعضی حتی اصلا که نمیخوای نامشون گرفته شود مثال پول در اکانت ما ارسال میکنن به خاطر کمک و همچنان بعضی افراد هستن که ما از طریق واتساپ با ما با تماس میشن، واتساپ، فیسبوک، بعد از اون که همراه ما گپ میزنن درباره فعالیت ها ما باشون تشریح میدیم و همچنان هم پروپوزال های خود که باشون ارائه میکنیم که این پروگرام ها برنامه ها را ما داریم. اونها خودشون راضی به این میشه که واقعا پروگرام های خوب از برنامه خوب هستن. ما مثال این بخش حمایت میکنیم و حمایت مالیش مثال به گردن ما و وقتی که اونها حمایت میکنن ما این گزارش خود یا مصرف پول از اونها را که در چرا مصرف کردیم دوباره ما باشون ارسال میکنیم و ثبوت شواهد که ما اینی را مثال پولش ما بینی را آمد و بینی پروگرام ها ما مصرفش کردیم. همون باعث میشه تا اونها دیگه دونرها رو پیدا کنه و مردم دیگر هم تشویق کنه تا با ما همکاری داشته باشه. واقعیت راز موفقیتتان یعنی در شفافیت کارتان است. خب نهادهای دولتی حمایت میکنه از بنیاد خیری پیشتاز و از کارهایشان؟ بله، دولت که از حکومت که از واقعا اونها هم به خدمت ما شماست. واقعیت میگم ما در کدام بخشایی که به همکاری دولت نیاز داشته باشه واقعا ما هم به همکاری میکنیم و در بخش توزیع کمک ها، در بخش امنیتی، در بخش کدام معلوماتی که ما ضرورت داشته باشیم، لیستایی که ضرورت داشته باشیم واقعا در هر بخشی که ما ضرورت داشته تا به حال واقعا هم به همکاری کرده و ازشون تشکری خاص میکنیم. خب سلامت باشید. یک خاطرتون از جریان کمک بگوین که برای خانواده کمک کرده باشین یا با شخص کمک کرده باشین، یک خاطرتون برای ما بگوین. خاطرات زیاد هست و هذه کمک ها واقعا
بسیار یک حس خوشبختی به انسان واقعیت بدون شک باشه. و ما یک خاطره ای که هست از ماه مبارک رمضان است که واقعا ما بسیار خوشنود ساخت و ما را دوم تشویق کرد که ما این کار را ادامه بدیم، کار خیره. چون ما در روزانه هفتهوار ما توضیحات را داشته باشیم و در ماه مبارک رمضان ما بر علاوه از اینکه ما روزانه افطاری توزیع میکردیم و دیگه در مسجدها بار میکردیم و دیگه بخشا کمک میکردیم، ما هر شبانه و فامیل هایی که سراغ از اونها داشتیم که کسی نداره کار کنه با اونها ما یک بسته کوچک مواد غذایی ارتزاقی بود که میرساندیم. واقعا یک شب 10:30 شب بود که ما با پشتای خانه خودم مواد میبردم. وقتی که پشت دروازه یکی ماندم تق زدم که ما این چه سفید خانم که برآمد، اون واقعا در چشماش شیاری شد و دعا کرد و گفت که من این دقیقا مثال نمید از خداوند خواسته بودم. من ایران به این بودم که من فردا چیز ندارم با اولادا چی باید ما تیار کنم. دیگه به خاطر ما میگم این نماز میخوانم دعا کردم که خدایا ما فردا پشتکای ما چطور خواه کرده که میشه که شما دروازه را زدین و برآمدید. واقعا میگم من به این خوش هستم که واقعا خداوند اما آواز ما را شنید و باعث شد که شما مثالی کمک آوردید و واقعا ما بسیار خوش شدیم که ما باعث شدیم که یک خوشبختی در این فامیل یک لبخند و واقعا بسیار خوش شدیم و ما دیگه تشویق شدیم که ما بین این کارهای خود ادامه بدیم. واقعیت کارتون خیر است. کاری که تو رسول الله صلی الله علیه و بعد از پیروانش حضرت عمر یا هم حضرت ابوبکر انجام میداد و بعد از او واقعیت کار از اونها رو پیش میبرید. خیر باشید، سلامت باشید. خب بر ما ازی بگویید که چالش‌های عمده سر راه بنیاد خیریه پیشتاز است. یکی از چالش‌هایش بر ما بگویید که هر کاری را که ما شما شروع میکنیم، هر کاری که یک ارگان شروع میکنه انجام میده، بعضی چالش‌ها داشته باشه، مشکلات داشته باشه و ما در طول یک سال که کمک‌های داشتیم با افراد با بعضی مشکلات روبرو شدیم، اما چون تیم موفقه که پشت سر یک نهاد باشه واقعا نهاد کامیاب است. ما تیمی که داریم واقعا پیش از پیش همه چیز برنامه‌ریزی میکنیم و درباره همه چیز همه نکات یک برنامه فکر میکنیم و اون رو به پیش میبریم و تا بالا با کدام مشکل خاص روبرو نشیم. ان شاء الله خدا مهربان است که در آینده با این کمک‌های همین تیم خودمون ان شاء الله روبرو نشیم. خب بر ما از همکارانتون بگین که چه تعداد اینجا کار میکنین و تیمتون چند نفر است؟ ما فعلا در دفتر خود مثال یک 10 نفر کارمند داریم که در بخش‌های مختلف کار میکنه و بر علاوه از اینکه کارمندای رسمی ماست، ما بعضی کارمندای خدای برازا کار میکنن. خب برازای خدا کار میکنن. مثلا اونو یعنی هیچ توقعی از ما ندارن. وقتی که ما میگن که شما کار خیره میکنین در بعضی برنامه خودشون تقاضا میکنن که ما میتونیم امروز شما کمک کنیم و بعضی قسم کارمندان ما یک لیست داریم بسیار زیاد هستن و همچنین در بخش ولایت هم ما در تمام ولایات ما همکارای خود داریم که میشه در وقت ضرورت کنم برنامه اضطراری که باشه که فعلا مهاجرین هستن مثلا در هرات که تیم ما زیادتر همونجا رفتن و مصروف کمک با مهاجرین هستن یا در کدام ولایت که نخواسته سیل میشه یک حادثه اضطراری رخ میده ما با همکار صاحبی که اونجا داریم شناخته که از اونها داریم هموناشون به تماس میشیم و برنامه ها رو با اونها با مشوره از اونها هماهنگی میکنیم و انجام میدیم. خب شهرزاد صاحب زمانی که یک منطقه میرین به خاطر کمک فرض مثال به یک قریه یا به یک مکتب یا به یک ولسوالی میرین چقدر حمایت میکنن مردم از این ولسوالی؟ واقعا مردم بسیار مستحق هستن، مردم کمک ضرورت دارن و ما که میریم واقعا اونها خوش میشن و مردم هستن که اونها مثال حتی به خودشون هم کمک نمیرسه اونها با این خوش میشن و که خیر اگر به من نرسید به برادر دیگه خوش میشه و ارگانهای دولتی هم واقعا بسیار خوشحالی نشان میده که شما باعث میشه که دست یک هموطن بگیرید و خوب هستن. ان شاء الله ما هم از کار خود راضی هستیم و اونها راضی هستن. خب خیلی عالی. از بر ما بگید که چگونه تشخیص میکنه کارمندای شما که یک نفر واقعا مستحق هستن؟ چون ما خیلی از اشخاص میبینیم روزمره که در روهای سرک نشستن به خاطر پول میطلبن ولی ببینی حاصل از اون که وقتی که تحقیق میکنن دربارش حاصلش میبینن که بجای از اینکه فرض مثال نیازمند از کمک نیست بلکه تجارت راه انداخته از اون طریق. خب این حال کارمندای شما چگونه تشخیص میکنن تمی اشخاص؟ سوال بسیار خوب است و واقعا در این روزا تشخیصی که کی مستحق است یک کار مشکل است. افغانستان ما شما یک جامعه داریم که هر کس خود مستحق فکر میکنه و واقعا هر کس مستحق هست. خاطر که واقعا ما هم از خط فقر زندگی میکنیم در افغانستان و بازم به خاطر تشخیص از ما تیم سروی که داریم که مثلا ما
همونطور که با دونرای خود میگیم که پول شما رو ما با مستحقینش میرسانیم، با خاطر ثبوت از این اثبات از این ما یک تیم سروی داریم و میریم اونو هر کسی که خود مستحق جلوه میده که من مستحق هستم دنیا میره خانهش بررسی میکنه و از چند طرف معلومات از اونها را جمع آوری میکنه. ما فرمای داریم، فرمش خانه پوری میکنه، بعد از اون تیم سروی، بعد از اون تیم مدیریتی مثال میشینه این فرما را ارزیابی میکنه که مستحق تر است. و ما لیست داریم که مستحق ترین هستن، مستحق هستن و همه کمتر ضرورت گفتم همگی دارن. بله با خاطر ما هم کمک هایی که مثال زمینش مساعد میشه ما هم لیستی که مستحق ترین هستن واقعا با درجه اعلی ضرورت به کمک دارن ما از اونها کمک. خب برنامه آیندهتون به خاطر گسترش بنیاد خیریه پیشتاز چی هست؟ برنامه های ما و آرزوی ما اینمی است که ما بتانیم به هموطنان بیشتر خود رسیدگی کنیم و کار در این بخش واقعا از تیم خود از تیم کاری خود بسیار تشکر میکنیم که شبانه روزی همراه ما زحمت میکشند و در فکر کمک به هموطن ما هستند و برنامه های آینده ما انشالله کمک رسانی به هموطنان ماست و زیادتر کوشش میکنیم که در بخش اشتغالزایی و یا در بخش کارآفرینی کمک های زیادتر و فعالیت‌های بیشتر داشته باشیم. خیلی عالی. و روز شب که ما در 34 ولایت افغانستان فعالیت داشته باشیم و بنیاد خیریه پیشتاز انشالله همه که پیشتاز بگه یعنی در ذهنشون یک الگو داشته باشیم. واقعا خیلی عالی. در این شب روزی که مهاجرین تعداد زیادی میه از کشورهای همسایه ما کدام خدمات بر از انجام دادید؟ بله قبلا من یادآور شدم که همکاران ما فعلا که ما شما در حال ثبت برنامه هستیم اونها با ولایت هرات سفر کردن و در اونجا کمک‌های مختلف مانند توزیع بسته‌های غذایی دارن و همچنین در فعالیت از ما چندین 580 مثال کرایه کردیم که اونها مهاجرینی که از کشور ایران به میان دستان قلعه اونها را به کابل انتقال بده و در پهلوی از او بعض پول نقد ما با فامیلشون اونها ضرورت دارن و پول نقد توزیع میکنیم و همچنین بعضی بسته‌های بهداشتی که هستن صابون و شامپو و دیگر ضرورت‌هاشون ما اونها را توزیع میکنیم. خیلی عالی. خب از این بر ما بگویید که کسایی که میخواین تازه به بنیاد خیریه پیشتاز بپیوندن یعنی حمایت خود انجام بدن چگونه میتونن همین حمایت خود ابراز کنن، چی معنوی است چی مادی است؟ اونها میتونن که ما قبلا یادآور شدیم که اکانت بانکی که ما داریم میتونن پول ارسال کنه و کمک داشته باشه و همچنین اگر میخوایم مثلا معلومات یا درباره برنامه‌های ما معلومات به دست بیاره میتونه صفحات اجتماعی ما را چک کنه، برنامه ما را اونجا تماشا کنه و از طریق واتساپ دیگر اپلیکیشن‌های سوشال میدیا با ما به تماس شود. ما میتونیم پروپوزال‌های برنامه‌ای که داریم باشیم در دستشون قرار بدیم تا ما پروپوزال دیده مثلا ما اهداف برنامه ما را دیده حمایت داشته باشه. خیلی عالی. من انشالله شماره آقای شیرزاد بر شما در پایین از ویدیو میگذارم. باز اگر نیاز دیدید که کمک کنید بنیاد خیریه پیشتاز باز در شماره میتونید شما به تماس شید با آقای خود شیرزاد صحبت کنید. بسیار تشکر. همینجا بخش دوم برنامه ما به پایان میرسه. بخش سوم برنامه ما که گیم است و البته جالبترین بخش برنامه ما است انشالله آغاز میکنیم. خب شیرزاد چه اگه اجازهتون باشه بخش سوم برنامه ما رو آغاز کنیم. بخیر. خب من براتون یک از اشخاص نام میگیرم، شما کوتاه نظرتون در بارش بگوینید. اولین شخص دکتر جمشید رسا است. دکتر صاحب رسا واقعا یک شخص بسیار دلسوز و شخص هستن که واقعا از همیشه کمک کرده از هر راهی که به هموطنان عزیز ما خدمت کنه و واقعا در بخش تدریس و در بخش جوانان بسیار خدمات انجام داده واقعا قابل قدر است. واقعا سلامت باشید. خب شخص دوم محمد اشرف غنی است. دکتر صاحب محمد اشرف غنی که واقعا یک شخص تحصیل کرده بودن و واقعا همیشه خواستن که کشور آباد کنن و چقدر خدمتی که از واسشون میشد انجام بدن و کاش ما به قدرش میفهمید. سلامت باشید. خب سومین شخص ما آقای عبدالنصیر رشتی است. آقای رشتی خداوند همیشه کامیاب موفق باشه چون واقعا در کدام پستی که اینا کار میکنن واقعا همیشه صادقانه کار کردن و همیشه قسم کار کردن که بسیار مفید تمام شد. سلامت باشید. مولا محمد یعقوب مجاهد. مولا محمد یعقوب مجاهد واقعا یک مجاهد است که در قلب تمام افغان‌ها جای دارد. سلامت باشید. نصرت الله صاحبی. صاحبی سر واقعا یک جوان استعداد هستند و آنها که یک بخششان واقعا از ما بنیاد خیریه هستند و واقعا به
هموطنان عزیز ما رسیدگی میکنم و تشکری میکنم ازشان. خداوند کامیاب و سرفراز داشته باشه. خیلی عالی. خب بخش دیگه قسمت از گیم واقع هست. کوتاه فقط یک رو انتخاب کنید. ما دو تا جواب بر شما میگیم، یکیش انتخاب کنید. خب اولیش که هست چای یا قهوه؟ چای. چای. کار یا تعطیلات؟ کار. کار. سکوت یا موسیقی؟ سکوت. کتاب کاغذی یا دیجیتال؟ کتاب کاغذی. کاغذی. خب سفر داخلی یا خارجی؟ سفر واقعا هر دوش خوب تر است و واقعا سفر بسیار چیزا رو باعث میشه که بیاموزی. سفر داخلی. سفر داخلی. کار انفرادی یا گروهی؟ کار انفرادی. انفرادی. خب محبوب بودن یا مؤثر بودن؟ مؤثر بودن. مؤثر بودن. هوش یا تجربه؟ هوش. هوش. اقتصاد یا سیاست؟ اقتصاد. اقتصاد. تدریس یا مدیریت؟ مدیریت. مدیریت. پرانتومان یا دریشی؟ پرانتومان. پرانتومان. خب اگر درباره ازی برای ما بگویید که مدیریت جلوه دادین نسبت به تدریس، علتش چی میتونه بوده؟ و واقعا تدریس و مدیریت هر دوش یک پیشه بسیار خوب است و هر دوش خوبتر است و تدریس کس یک وظیفه بسیار مقدس است. واقعا بسیار خوب وظیفه است. اما اگر تدریس هم باشد یعنی تدریس هم مدیریت نتوانیم واقعا کار به مدیریت اگر کار بسیار خوب باشه، کار بسیار صادقانه باشه اما بدون مدیریت خوبتر انجام شده نمیتونه. و میخاطر به نظر من در هر کار بهترین جای بهترین چیزش مدیریت است. باید مدیریت واقعا. خب بخش سوم گیم ما که باید از کوتاه جواب داده شود در ظرف 3 الی 5 ثانیه. اولین چیز که صبحتون با اون شروع میکنید؟ وضو نماز و تلاوت. وضو نماز. خیلی عالی. محبوب ترین غذا نزد شما؟ قابلی پلاو. قابلی پلاو. نام کسی که در زندگیتون خیلی زیاد براتون الهام بخش بوده؟ پدر. پدر. واقعا همیشه اشخاصی که در یک جای در یک مقام رسیدن همیشه حامیایشون پدر و مادر بودن و واقعیت قسمی که واد دلسوزی برای اولاد خود داره هیچ یکی از اعضای فامیل دیگر نداره. واقعا همین جا داره که از طریق کامل شما تشکری کنم از پدر جان و تمام فامیلم. واقعا اونها همیشه تمام مشکلات بالای خود قبول کردن و ما را وقت دادن تا ما در جایگاه برسیم و در خدمت جامعه قرار بگیریم و امروز ما نمیدونیم که مثلا ما در جایگاه بلند قرار داریم که در این جایگاه قرار داریم و واقعا یک کمک از دست ما میشه به هموطن ما کنیم. همیشه از برکت فامیل و از برکت پدر جان ما تشکر میکنم ازشون. واقعا ما مدیون پدر و مادر هستیم که به یک جای یا به یک مقام میرسیم. واقعا قدرش باید از بدانیم. اگر وقت آزاد داشته باشید کدام کار همیشه انجام میدید در وقت‌های آزادتون؟ البته واقعا اگر ما وقت داشته باشیم ما قبلا هم گفتم که کمک رسانی به فقرا، کمک رسانی به هموطن ما واقعا یک احساس یک حس بسیار خوب داره. واقعا کاملا استون دقیق است، درست است. سلامت باشید از اینکه کمک میکنین با مردم ما. خب بیایم یک راجع به بخش دیگه از گیم ما که اگر واسه توان داشته باشید یکی از قانون‌های افغانستان رو تغییر بدید، کدام یکی از قانون‌ها رو تغییر میدید؟ قانون واقعا نمیشه که یک نفر قانون تغییر بده. واقعا گفتم که اگر واسطوانش امکان داشته باشد که باشه. اما زیادتر ما که در جامعه میبینم مشکلاتی که از جوانان و ما سر کار داریم و فامیل های را که میبینم یک چیز که من بخوام کاش که تغییر شود، کاش که مردم ما باور کنه که یعنی کاش تغییر شود، ازدواج‌های اجباری. خیلی عالی. واقعا نکته عالی را اشاره کردین. اگر برگردید به 10 سال عقب‌تر کدام یکی از مشکلات زندگیتان یا کار را که انجام دادید در زندگیتان تغییر میدید؟ اگر ما با 10 سال قبلی برگردیم و کار را که بخوام که کاش همون وقت انجام میدادم. بله. چون ما قبلا هم گفتم قبل از نهاد ما در دیگه ارگان‌ها زیادتر کار انجام دادیم. ای کاش میگفتم از اول نهاد رو می‌آوردم و کار خیر انجام میدادم. خیلی عالی. واقعا من میگه کار خیر میگین که انجام میدم، یعنی نیتش هم یک ثواب است. سلامت باشید. خب آیسته آیسته رسیدیم به پایان برنامه. آقای شیرزاد کامری ما در خدمتتون است. اگر گفتنی از شما باقی مانده باشه بفرمایید. بخیر باشین. تشکر از اینکه به ما وقت گذاشتین و سلامت باشید. تشریف آوردین. بسیار تشکر. و ما یک خواهشی که از تمام هموطنان ما عزیز ما دارم، خواسته که دارم این است که کمک به هموطن از نان ما تنها نمیشه که از طریق یک نهاد انجام شود و ما بگیم که مثلا
مرا نهادهای خیریه و یا حکومت است که باید خدمت کنه. خدمت در هر بخش که هستیم، در هر وظیفه که هستیم، در هر کار که هستیم، ما باید همیشه صادقانه کار کنیم، خدمت کنیم و هم یک کار یک هموطن خود که ما اجرا میکنیم با وجه احسانش و با موضوعترین فرصت باشد کنیم و باعث شویم که هموطن ما از ما خوش باشه. اما یک چیز که میگه خوبی نمیتونی به چی چرا میکنیم. بله. ما میگیم که چقدر همیشه باید ما شما کوشش کنیم در هر پست که هستیم که به هموطن ما خدمت کنیم و از وظایف خود صادقانه پیش ببریم و باعث شویم تا هموطن ما از ما خوش باشه. خیلی عالی. پیام آقای شهزاد شنیدید، واقعا یک پیام عالی بوده. امی که ما میگوییم به یک دست چک چک نمیشود، امو گپ است واقعیت. چون یک نهاد یک بنیاد نمیتونه واقعیت اقتصاد افغانستان به گونه درستش پیش ببره یا به تمام اقشار جامعه کمک کنه، ولی زمانی میتونه که دست به دست هم بدیم، یکی دیگر را حمایت کنیم. اما تو همانند تیم پیشتاز، تیم های دیگر ایجاد شود، بنیادهای خیلی جدید ایجاد شود تا بتوانیم یک جامعه خوب و درست داشته باشیم. البته با مدیریت درست، قسمی که مدیریت که تیم پیشتاز میکنه همون قسم مدیریت باشه، انشالله میتونه هم یک بنیاد خوب و بهتر باشه و هم کمک ها به جایش میرسه و انشالله که ممکن سبب خیر جامعه ما باشه. سلامت باشید. هموطنان عزیز، این بود برنامه امروز ما. امید است که برنامه امروز ما لذت برده باشید، یک چیز آموخته باشید. حتما ویدیو رو شیر بذارید، چون این هم یک صدقه است، چون مسئله بنیاد خیریه بود. ممکن یک چیز سبب شود به خاطر پیشرفت جامعه ما و بنیاد خیریه پیشتاز. و البته چینل ما رو سابسکرایب کنید تا جدیدترین مستندها و مصاحبه های ما گوش شوید و حتما ویدیو رو شیر کنید تا ویدیوی بعدی. الله نگهدار. بخیر باشید. تشکر.